پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که روز قیامت آدمی که صورت کشیده است یا صورتی جاندار یا ساخت است هیکلشه، میگوید که جان در آور میگوید مثل من آفریدی. یعنی این مخلوقات های الله تعالی آفریده است، مثل من آفریدی، اکنون جانم در آور میگوید. وقتی که الله تعالی یک کار سپارش میتید که بنده از عهدهش نمیبراید، این عذاب است. وقتی که نمیتوند بعد عذاب میتید. اطاعت نکرد که الله تعالی رو. الله تعالی میگه که این سگ کی آفرید؟ مثلا شکلی سگ هست یا شکلی شیر است، کی آفرید؟ تو آفریدی یا من آفریدم؟ یعنی من ساختم، اکنون جان هم در آور. الله تعالی ساخت و با جان هم داد. یعنی تو مثل من آفریدی، مثل الله تعالی میسازن. عینا همین حیوان زنده بر این میسازن. اکنون جان در آور میگه الله تعالی روز قیامت. وقتی که شما این چیزای به خانه‌تان میدارید، فرشته ها نمیدارد به خانه‌تان.